برای قلوب مردان و زنان غزه دعا کنید. خیلی سخت. خدا خیرتون بده. پدری دو قلو، بچه دو قلوش به دنیا آمده، رفته شناسنامه بگیره، برگشته خونه زن و بچهش همه زیر آب. این دعا که دارم میگم، اگر کسی بعد از نماز یومیش برای مردم غزه دعا نکنه، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، کسی که صبح از خواب بلند شه اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه مسلمان نیست. امروز غزه یعنی مرز بین انسانیت و اون خوی حیوانی تمدن غرب. لذا دعا کنیم، دلمون میسوزه. برنامه‌ها تو این ایام 40 هر جایی دست به دعا میشیم برای مردم غزه دعا کنیم. آقا این دعاها اثر داره. اصلا شعار 40 امسال شده کربلا طریق الاقصی. ان شاء الله خدا به حق حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا با نابودی اسرائیل و ریشه و اساس اسرائیل، بشر رو در اون سراشیبی ظهور ان شاء الله قرار میده.